اینطوری یه لحظه قطع کن. سلام علیکم، امیدوارم هر کی که این ویدیو رو میبینه تنش سالم و روحیش سلامت باشه. خب بچه‌ها، امروز اومدیم با سری وان بلاک و اولین ویدیو لانگ منی که توی این چنل منتشر میکنم. و بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ شروع کردن مپ وان بلاک، من یه چیزایی بهتون بگم. بچه‌ها واقعا پشمام ریخته که من 3-4 تا ویدیوشو توی یوتیوب گذاشتم و تا الان 20 تا سابسکرایبر گرفتم. و بچه‌ها من در مورد این کانالم میگم که بچه‌ها هر موقع 20 تا سابسکرایبر به چنلم اضافه بشه یه ویدیو لانگ میذارم. یعنی اگه مثلا 20 تا همین ویدیو لانگ رو الان شما دارین نگاه میکنید، این ویدیو به خاطر 20 سابسکرایبر گرفتنه. اگه مثلا سابسکرایبرام بشن 40 تا، اون موقع یه ویدیو لانگ دیگه میذارم و همینجوری ادامه پیدا میکنه. پس بچه‌ها دیگه حرف زیادی نمونه، اینترو خیلی طولانی نباید بشه، بریم سراغ ویدیو. لیتس. فقط بچه‌ها قبل اینکه من برم این مپ رو وا کنم بهتون میگم که بچه‌ها قبل اینکه ویدیو شروع بشه حتما این ویدیو رو لایک کنید. خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. بچه‌ها سابسکرایب هم بکنید و زنگوله پایین رو حتما فعال کنید که هر روز ویدیو شورت داریم و هر موقع که 20 تا به سابسکرایبرام اضافه بشه یه ویدیو لانگ میذارم. بچه‌ها واقعا بهم انرژی میدید، دمتون گرم که با 3-4 تا ویدیو شورت من تونستم 20 تا سابسکرایبر رو رد کنم و واقعا دمتون گرم. الان مپ وان بلاک اون باز میشه، بریم که شروع کنیم. خب اوکی بچه‌ها، این مپ وان بلاکمونه. برای اونایی که نمیدونن توضیح میدم. من مثلا ما کلا اسمش روشه وان بلاک، یعنی من فقط روی یه بلاکم، باید این بلاک وسط رو بکنم، به این بلاک میده و میرم این بغل رو میذارم تا یه دنیا برای خودم درست کنم. و حالا بچه‌ها بریم یه چند تا بکنیم تا به وسیله هایی برسیم. بچه‌ها یه چست بهمون داد. این کتابا زیاد به دردمون نمیخوره، حالا میذاریمشون اینجا، ولی نون به دردمون میخوره. بریم دوباره بکنیم. بچه فکر کنم رسیدیم لول 1 و فکر کنم رسیدیم لول 1. بچه اون بالا رو اگه نگاه کنید حاجی، مپ فکر کنم 87 روز طول کشیده که سازنده بازی اینجا رو بسازه و واقعا هم خفن شده. بچه من بکنم حالا تا به چوب برسم، بعد یه پیککس و یه عکس و اینجور چیزا رو برای خودم بسازم که به چوب رسیدیم. اوکی، حالا بریم بقیه چیزا رو بکنیم. یه استک درت میخوام، حالا 10-15 تا هم چوب. بچه ها اینجوری نمیشه، باید یه پیککس برای خودم بسازم. وایسا اینا میذاریم اینجا، یه کرافتینگ تیبل، 4 تا استیک. اوکی وایسا یه پیککس. حاجی ندارم چوب. وایسا دارم که نه، 2 تا دارم. وایسی برم بکنم یه چوب دیگه بگیرم. تمام. خب بچه اوکی، یه پلنک هم 2 تا پلنک داریم. وایسا من اوکی یه پیککس برای خودم بسازم. حالا بریم سراغ کندن. خب اوکی بچه ها، این گوسفنده نباید کاری کنم که بره چیکار کنم. اوکی دوروبر اینجا رو بچه ها باید با هم چند تا درتی که داریم صاف کنیم. وای خدایا این نره. واسه خیلی استرس داره. واسه من اینجا رو براتو درست کنم. بچه ها من واقعا وان بلاک نرفتم تا حالا.
و خیلی استرس داره. بچه احتمالا پارت مثلا این یه پارت اوله، فکر کنم اینو پارتش هم بکنم که مثلا یه سری بزنیم ازش. آقا باید اینو بکشم، نمیدونم چجوری. نمیدونم چجوری. خدایا داره شب میشه. بیا اینور بیا اینور بیا اینور بیا اینور. یه موقع نری پایین تو رو قرآن. آها خب حاجی این فکر کنم. آها دمت گرم حاجی، باید تا شب نشده یه چیزی برای خودم بسازم. یه تخت منظورم بچه ها. بریم بکنیم ببینیم دوباره به گوسفند یا پشم برسیم. اوکی یه گاو. بریم خب برم کرافتینگ رو اول بسازیم. یه کاری میکنیم، اینو که تبدیل میکنیم به چیز، به رنگ قرمز. بعد یه بد برای خودمون درست میکنیم، یه دونم تخت قرمز. اوکی کجا بذاریم حالا بچه ها؟ من فقط کرافتینگ تیبل میره. اینو میذارم همینجا، مثلا ریسپان هم ست باشه فعلا. ریسپان که نمیخواد آجی، ریسپان ببینیم هم همینجا ریسپان میشه دیگه. بچه من بکنم قبلش یه کرافتینگ تیبل دوباره باید بسازیم. اینجا میذارم این دفعه کرافتینگ تیبل رو، یه ما دوباره نره. یه استیک ندارم، استیک بکنم ندارم. آره استیک میسازیم. یه شمشیر، یه تبر، یه بیل، یه داست. اوکی او بچه باشه این کاری که میخواستم انجام بدم و انجام بدم. با اینو فکر کنم میشه. خواسته بلاک متفاوت. آره این کارو میکنم که بچه بفهمم کدوم بلاک اون بلاک بی نهایت هست. واسه بکشم. خب بکنم. حاجی ثبت میکردم الان تختمون رو چیز کنیم. هستید تختمون رو آبی کنیم. بس اول من یه چست بذارم این گوشه. چست ندارم. چرا 3 تا دارم. چست رو بذارم اینجا. اوکی دیگه کرافتینگ تیبل اینم میذاریم اینجا. حالا چیکار میخواستم بکنم حاجی؟ میخواستم تخت چیز درست کنم. اوکی تخت آبی. اینم اینجا اینم اینجا. اوکی خیلی خوشگل شد. بچه ها بریم بکنیم دیگه. وایسا من تبرم بردارم. تبر نساختم؟ نه فکر نکنم نساختم آجی. خب اوکی ساختم. بریم بکنیم تا به یه چیزی برسیم دیگه. برسیم حداقل لول 2. Pencereden hoş geldin. Kumar güzel yaş gelir. میتونیم با اینا هم بذاریم اصلا. کم کم داریم رو به شب میریم. بذارم امشب بخوابم. خب بریم بقیه کار رو انجام بدیم. حاجی 7 لایه بذاریم هستی؟ خدا کی بیمنتوی روشنه؟ خدای روشن باشه فقط. اوکی آره روشن. خب بریم. چرا اینقدر گاوی؟ چرا تموم نمیشی؟ بچه ها یه فکر دیگه هم دارم.
این کارو که کردیم من از این طرف مثلا یه پل میزنم میرم اونجا مثلا خونم رو درست میکنم، از این طرف یه پل میزنم میرم مزرعه درست میکنم، اینجا مثلا یه پل میزنم مثلا در حد 10-15 بلاک، از این طرف میزنم مثلا اینا رو چیه توش میکارم، بعد دیگه از این طرف یه دونه دیگه میزنم. آقا این کار واقعا خفن میشه. این کار رو من انجام میدم ببینید خوب میشه یا نه. اگه خوب نشد تو پارت بعد بهم بگید. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. کارهای بعدی که میخوام بکنیم تو پارت بعدی میذاریم و همونطور که بهتون گفتم میخوام پل بزنم از هر 4 طرف و امیدوارم که از این ویدیو لذت کامل برده باشید. خدا نگهدارتون.